که یگان ویژه‌ای اومد و پرسید که اینجا شماره 44 گفتم امری داریم بفرمایید. بعد دیدم که نیروی انتظامی هم. بعد گفتن که به ما از پلیس امنیت گزارش شده که شما اینجا برای آقای حسن‌پور مراسم گرفتید. دیگه منم بعضی موقعی که عصبانی میشم واقعا عصبانی میشم. اصلا رفتم اونجا صدام زدم. رفتم از سر خاک فکر ساعت 10-11 شب من نشستم سر خاک علی ناراحت. اینا دارن مثلا مراسم احیا میکنن. اصلا گفتم بابا شما به ما بدهکاری یا ما به شما؟ من اینو میخوام بدونم. آخه شما ما سر خاکم که داریم میاییم به ما کار داریم؟ گفتن این مراسم برای آقای حسن‌پور برگزار شده. گفتن این مراسم برای آقای حسن‌پور والا بلا برگزار نشده، اما گیرم برگزار بشه. اشتباه کردیم، گناه کردیم، اومدیم اینجا مثلا زیارت عاشورا خونده شده، مراسم احیا برگزار شده. مثل هزاران آدم دیگه که اصلا بیزه رو سوزن مینداختی رو زمین نمیافتاد. ما هم یکی مثل اونا. من و بچه من رفته بودیم. آخه شما به اینم کار داری؟ گفت نه، پلیس امنیت به ما اعلام کرده که عکس آقای حسن‌پور به شکل تبلیغاتی پشت شماره ماشین منو خوند، پشت این ماشینه. گفتم بابا صبح بخیر به خدا، 2 سال این عکس پشت ماشین منه. بعد اون موقع پاسخی به شما دادن خانم حسن‌پور؟ پاسخی به این دادن که ندادن. در نهایت این که مثلا عذرخواهی کردن که نه شما برو بشین سر خاک همسره. گفتم آقا من تا صبح اصلا میخوام بشینم اینجا، مراسم احیا به زهرا باز، منم دوستم کنار همسرم باشم. بابا شما وادار کردید ما رو کشوندید اونجا. اصلا من تو به زهرا چی کار داشتم؟ من اصلا سالی یه بار به زهرا زودی میرفتم، کسی رو نداشتم تو به زهرا، اما الان شب و روز و زندگیم شده به زهرا. به خود شما وادار کردید که ما این کارا رو بکنیم. بعد بچه من اومده منو کشیده، مامان بیا بریم. گفتم بابا بذاریم ببینم اینا از جون ما چی میخوان آخه. یعنی ما سر خاک هم نمیتونیم بیایم بشینیم. و اخیراً آقای لاریجانی هم صحبتایی کرده خانم حسن‌پور، خب راجع به اینکه کشته شدگان بعد از انتخابات 1 نفر بودن و در مورد اون 1 نفر هم کسانی از آمریکا و اسرائیل مأموریت داشتن و ایشون رو کشتن. این اظهارات آقای لاریجانی رو هم شنیدین؟ این برخوردایی هم که به تازگی با خانواده‌ها صورت میگیره تو بهشت زهرا رو هم دیدین؟ قبلا هم من یه بار گفتن که آقای لاریجانی اگر خاطرتون باشه برگشتن گفتن ندا کشته شده تحت اوامر انگلیس. من در جواب با شما مصاحبه کردم، برگشتن گفتن که پس علی رو کی کشته، سهراب رو کی کشته، محرم رو کی کشته، رامین رو کی کشته، مصطفی رو کی کشته، محمد مختاری رو کی کشته. که برگشتم حتی اونجا هم گفتم ببینید همسر من روز اول کشته شده. من اگر اینقدر پیگیر پرونده همسرم هستم میدونم که همسرم زنده نخواهد شد، اما میخوام ببینم که این خشونت ها چقدر باید ادامه پیدا کنه. اگر کسی رو که همسر من رو 25 خرداد بدون هیچ اجازه‌ای، یعنی یک لحظه حتی فکرم نکرده، ماشه تفنگ رو فشار داده، اگر جلوشو میگرفتن، اگر تو دادگاه‌های ایران محاکمه میکردن، روز عاشورا مصطفی کریم بیگی کشته نمیشد، شبنم سهرابی نمیرفت زیر ماشین، روز 25 بهمن محمد مختاری کشته نمیشد. من دلم برای این جوونا میسوزه که هر روز 2 تا 3 تا 5 تا کشته میشن، هیچ کس جوابگو نیست. اگر نه بچه‌های من که یتیم شدن، زندگی ما رو تبدیل به قبرستون کردن، اما تا کی، تا کجا میخوان ادامه بدن؟ خیلی ممنونم خانم حسن‌پور. میرسن به من میگن که بیا دیه بگیر. بابا دیه چه مشکلی از من حل میکنه؟ به خدا الان مسیح میگی مریضی من 2 روزه اصلا، یعنی نمیفهمم چی میخورم، نمیفهمم چی کار دارم میکنم، یعنی باورش نمیشه من دیروز 20 تا قرص خوردم فقط به خاطر اینکه سر پا باشم. بابا نابودمون کردم، به خدا نابود کردن. انشالله که خدا
من بیشتر نمیگم، به روزی که ما داریم میکشیم، یعنی اون چیزی که ما داریم الان با قول هم تحمل میکنیم و خدا بهشون بده. یعنی جلوی چشماشون جون بکنن اینجوری کاری هم نتونم بکنن. روح علی قسم من حتی یک ثانیه زندگی نمی کنم. فقط به امید اون روزی که دادگاهی برای ما تشکیل شه، کسانی که این کارها رو کردن بیان مقابل ما. بابا چی کار کرده بودن؟ گناهشون چی بود؟